این گردو بهم میگه کمکم کن تا رشد کنم. میدونی چرا؟ چون میدونه پتانسیل یک درخت تنومند و 10,000 گردو توی خودشه. میگه بهم فرکانس و ارتعاش مثبت بده تا بتونم رشد کنم. اینجوری میشه؟ نه، قانون قبلا نوشته شده، اصلا دست من نیست. حالا قانون چیست؟ گردو جان، تو باید فشار و تاریکی زیر خاک را بپذیری و ایمان داشته باشی که من نیز آنجا هستم و بعد من نه، سیستمی که من ساخته‌ام تو را میرویاند. کربن زیر فشار الماس می شود، طلا زیر فشار زیبا می شود، دانه در تاریکی و فشار رشد می کند. انسان نیز از تاریکی و رنج عبور و رشد می کند. یونگ میگه هیچ چیزی در طبیعت بی دلیل رشد نمی کند. حتی تاریکی به دانه کمک می کند تا جوانه بزند. کی؟ زمانی که دانه تاریکی را جزو خلقت بداند، نه اشتباه او. تاریکی و نور هر دو جزو خلقت هستند. نور بدون تاریکی بی معناست. تمام.